نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. علی ایرانی خیلی ممنون از تصاویر جالبی که در مورد مدیران نفت در حاکمیت آخوندی فرستاده بودید. رضا منصوری عزیز ایمیل رسید، گله‌ها در مورد دانلود رو تلاش می‌کنیم با راهنمودهای خودت حل و فصل بکنیم. میلاد آریایی نکاتتون رو به قسمت فنی دادیم. دوست گرامی خانم شکیلا از تهران خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستید. پیامتون رو دریافت کردیم، به قول خودتون سلامتون رو هم به مرحوم عبوی رسوندیم. امیدوارم که شایسته لطفتون بشیم. دوست گرامی پروانه ممنون از ایمیلتون، پاسخ جداگانه براتون میفرستیم. رامین از استان مرکزی ایمیل قشنگی رسید، خیلی خوشحالم که بیننده برنامه ما هستی. دوست عزیز دیگری شعر قشنگی برامون فرستاده که البته به طور کامل در برنامه‌های دیگر سیمای آزادی استفاده خواهد شد. من قسمتیش رو میخونم. قطره بارانم، من یکی هستم ولی یکی از هزارانم، در پی پیوستن به جمع یارانم. قطره بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم. قطره بارانم، از تبار نورس امیدوارانم، عاشق هر ذره از خاک ایرانم. فریبرز ممتحن کارنامه دولت خیلی جالب بود. صدیق ابراهیمی عکس جالبی فرستاده تحت عنوان طرح جدید مبارزه با بدحجابی در منازل، اسمش هم گذاشته اسپایدر وومن. سعید مشهدی شعر طنز قشنگ رسید استفاده می‌کنیم. رضا از نقده گفته که به امام جمعه نقده هم در طنزها بپردازیم. چشم، به شرطی که شما کلیپ یا تصویر یا نوشته ازش دارین برامون بفرستین. دوست عزیز میترا خیلی ممنون از کلیپ قشنگی که فرستادید. دوستان گرامی رباب علیپور، حسین پاشا، جواد جمشیدی، مجید رسول، پاتریس شیرین، احمد آباد، مرادسان، وحیده لیما، ناصر احمدی، امیر سعیدی، محمد بیهقی، شکور غفوری و دیوید مؤید، مطالبتون خیلی جالب بود، تشکر میکنم. صالح یه شعر فرستاده با این مضمون که خطاب احمدی نژاد: نام محمودت کدام ابله نهاد، زلفلی را به کچل نسبت بداد، گفته بودی از نژاد احمدی، من نبینم در تو جز شر و بدی، فاسق و جانی و اهل اختلاس، شهرتت در رشته تیر خلاص، چون که گشتی تو به جمهوری رئیس، جمله فهمیدند هستی بس خبیث.